ببین شما 15 16 سالت که از میگی 18 رو رد کنم گواهینامه رو بگیرم، ببین رنده میکنم رنده، ولی 18 سالگی میرسی یکی میاد یه رکب عشقی بهت میزنه تا 2-3 سال فقط باید جای اون انتر رو خوب کنی. خودت میای میبینی 22 سالته و هیچ به هیچ میگی نه دیگه. حاجی جمعم، خونه، ماشین، کار، زنم هم گرفتم یا شوهر کردم، تمام. بعد 30 سالت میشه میبینی اصلا نمیدونی داری چه گویی میخوری، اصلا چی میخوام، اینجا چه خبره، اینا کیان، تو کی هستی، بی پدر گیجی. حالا الان تو 30 میگی ببین تا 40 به پختگی هم رسیدم، زندگیم جمعه. خواستم بگم ببین داداش، ببین آبجی، این تا 90 سالگی ادامه داره، یعنی ما آخرم نمیفهم چه خبره. به نظرم باید شل کنیم لذت ببریم. میگه خوش باش که آن که راز داند که خوشی کشاند. با